شما تمام دخترها را فهمونین، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. شما در پیشگاه خدا فردا برای این جنایتان جواب میدید، محکمه سعودیه اشتراک میکنید، جواب میدید که در آن محکمه هیچ قدرت دست دراز کرده نمیتواند. پوشیدن روی مال این امر خدا هست. هیچ قانون، هیچ حکومت، هیچ پدر و مادر حق ندارد ضد قانون خدا قانون برآورد. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. دخترها عریان گردن کسی کار ندارد، دخترها فاحشه جوان کسی کار ندارد. دختر مسلمان با آداب شود، با عفت شود، با حجاب شود، قوه زورین استفاده میبرن و استفاده شدن. مگر همین است دموکراسی است؟ مگر آزادی وجدان، آزادی عقیده و اعتقاد همین است؟ ما باری هم دختری سرزنش نرفتیم از روی سرش کشیم که چون سرزنش میگردیم. اونها دخترهایی که به اختیار خوشان روی مال میبردن، هم نشانی اسلامی شدند، هم نشانی مسلمانی، هم نشانی لباس ملی شدند، روی تشکیل میکنند، روی مالاشان هستند، از خدا نمیترسند. مگر همون عذابی که خداوند بالای امریکا دعوت اینا به عبرت نیست؟ همون طوفان‌هایی که پی در پی در یک ماه آخر امریکا را اقتصادیات به خواب یکسان کرد، امروز بود راهی گرفتن شده نمیداند از این بلا، همون برای اینها عبرت نیست؟ یا خدای موشو امریکا دیگر خداست، خدای تاجیکستان دیگر است. در قرآن میگه و ما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. وقتی که بندگان خدا به مقابل خدا قانون خدا اعتراض کردن، ضد برآمدن، مقابلت نشان دادن، خدا میگه ما اهل این قشرها را، اهل این شهرها را هلاک میکنیم. اگر امریکا را طوفان هلاک کرد، ما را زمین جنبی هلاک میکنند. کوهها رو ببینید، این کوههای بلند قامت که در مرزا بودن، رامت در اینجا اختیار الله دست. آی کنار بشه برچه قصد حاضر بکنم دشم برسه که خاک بکنم. حکومت دارای عزیز از خدا ترسید. خوب آزادی باشد، اون که تلوش میگردن ما کارت نداریم. ما فقط با زبان، خوب شما هم با زبان تا نصیحت کنید، اما قوار استفاده نبرید. ما خیال کردیم که شما رای تشکیل بکنه زنهای فاحشه رو بخفه، رای تشکیل بکنه گرایی کشا رو بخفه، رای تشکیل بکنه دزدار رو بخواه. برای زنی با آداب و با حیا را روی ما چه اثر گرفتن رای تشکیل